کنی زن من میخوام شد که تی باید پیوند باشی چخیل پیوند تولکه چرز گاو و خیلی وقتا ما شلون باید میریم گاو میزنیم شوها بجال میبیم میخیزم خلفه یمیت خیزت سیبت منم ادران آشخانه خلدینی که هم تو ما میکنم انا گوشت گو انا گوشت گوسپند انا این مرغ انا این می انا این شیر انا این پنیر با چی در کاره جانو بخورد کن بازار کنم کار کنم انا همش بود با چی میخوای اجانی ما بینا میگم که اگر زنتان این گاو میخواستک با گاو میرسید به شما میرسید این گوسپند اگر میخواستک به گوسپند میرسید به شما نمیرسید به شما رسیده که آدم گفته چی میخوای زنم اجانی من گاب زدن ما چه میکنیم به جای گاو زدن گپ اصول میمانیمو زدن نام زدن کن شما نام زدن گفته گاب زدن نکی زدن همین گاب دوستان و عزیزان ماهای منتالیتی بخاری های ما منتالیتی ما همین خلکی بسیار گاو نمیزیم و پرابلمی دوری ما را بوتای گاو زدن همین گاو اگر باشه آدم با آدم پیوند میکنه گاو اگر نباشه آدم با آدم پیوند نمیشه ما این باز یک جا میابیم مرای رو بوتای ویس جنگ های عالم اگجا سر میشه اول بام دیگر یک پی ناتوغری آدم میزنه آدمیزاد همون وقت به خود نیست خیلی اخر وقتا بیان خواست یک پی چطاق ادنش میبره این آدم از او خفه میشه او که خفه شد چی میشه گاو نمیزنه با آدم که گاو نزدن چی میشه از هم دیگر دور میشه خونوک میشه زنوشوی هم بینایی بودن که همه گرنگ او بینایی بوده تام که وای توی من بودم من ایبی وای آچاق موچی بگردنی هم دیگر چسبیده تو من دیوانو شده بودم وای چخیل بود تو چو با یکی پسودگی گپشو میگریزه بعد این گاو گریختن خفه میشون بعد این خفگی دیگه گاو نمیزنن گاو که نزدن پیوندی آسته کلی از هم دیگر جدا میشه کلی که جدا شو اوسو تا جنگه هیچی نیست بینید که رابطه پیوند میکرد دیگه عالمه میباشه قوتی گاو این ما بینیم از روی تورات نقدوشا در وقتی که کاین آورده قربانی به درگاه خدا کاین قربانی آورده قربانی خدا قبول نکرد بعد این هیول آورده قربانی خدا قبول کرد خدا میبینه که کاین دماغا افتیدگی کیفا پاریدگی خفه خدا باید چی میگه مدو نفلو پنیخه چه تو میگه خفه چخیل خفه نشوم خدا جان چخیل خفه نشوم قربانی من قبول نکردی قربانی دادن من قبول کردی با مدو چوه تو خفه گفتگیش این گاو چه خدا دامو رمیزاده بین کی میگه با کاین با جای خفه شده بدون خود رو آمده محکم شدن لوچی رفته گاو زن اگر گاو زنی پیوندی پیدا میکنی اگر خفه شوی و خودت به خودت بدون خودت رای اگر با عالم جدایی پیدا میکنی ما با تو قوتی گاو زدن دادیم تو چه وقت خفه گشتی رو ادادر پرس گوی کی جان یکیش تو چیکار کردی که قربانی تو قبول شو قربانی من قبول نشو گاو زن وقتی گاو زدن میفهمی که او با تو دشمن نیست ولی که ما چه میکنیم اول خفه میشیم خصوصا خصلتی مردم این که اگر خفه شوه لوبای مرد بینیتان اگر پرابلم داشته باشه اگر درون به خودش محکم شده گاو نمیزنه زن اگر اگه پرابلم داشته باشه خانی تلفن میسوزه این اشتی مثلا این اشتی گاو زنوشو توی رفت زدین یک قشلاقی نمیدانستگیشان باشین که طرف زدین زن چی میخواه فقط останови на минуту я спрошу где это я сам знаю نمیدونی که همیشه هر نمیدونی که گرد میزنه اینجا ریگو میکنه با میبیا خیلی مینوت پوسم دم گفتم چه مردم خیلی نظر که دمشته بخورش که خودم میگه پرابلمه ریشی کنم زن باشه در رو یک استی مسئله میکنه و گفه حل کرده اومده خیلی هر شباد هر پرازنیک اوقاتای بالا ازت زنا میکنه خودشان نمیدونه اینه ولی که این هر یک اوقاتی خوشرویی که اینو به خانه یک آدم یا اون رستوران بخورن اگر برای 5 منوت رسپتش میشه به دستشان همین خیلی یا نه در چه خیلی کردی چه خیلی موندی همون پلو میدونن یه هفته مزه شد دیگه خیلی سیکرتش چیه اپا جان در دماغ گوید مردا باشن اوقاتو میخورن خکک نیچه
نه پرس مرد همه خیل مرد گاو زدن به اوستا نیست بدون خودش میدره خودش پرابلم باشه خودش رشد میکنه میدونم شو اومده یک کار بجل یک کار گذاشته کار به جنگ کرده یک از کتی خفه بدیم ما خانه اومده میدره خانه همین حیران خودش نمیابه پاتیکش ایسی اومده اینش اوسا اومده بچه بیان خود به نظر خودی بالا بره تدید که سوده تلویزیون کشه پاس کن زنش میگه خیلی چی یگم یارم منمو شو منمو خیلی یگم گفت دفش وایسی گفتم منمو خیلی میخوایم یاردم دادن نمیخوایم که وقتی مرد بجل بودن نمیخوایم که با یک کسه به اوشو خیال گپای دیلمو به دیلمای تقسیم نمیکنیم مرد خصلتش همین زن اکار میبید کیفاتون بلند است گل گیته که امروز دین اجدینه چه میدونم من خود خفه شده یک کار به کار خانه بمی یکم سه گم کرمی همین که گاو مزنون ما هم گپه ما عاشقش کیف کنیم همین که گاو مزنون ما گفتم که پته سرما خورد من سرما خوردی زن تا بوکسی دلش نگویه اگر دام نمیشه بخیال ما کی این یزدانی ما هم خیلی باشه لیکن میگم که زنهای عالم هم خیلی خدا هم خیلی آورده که زن باید گاو زده پرابلمش حل کنه مرد هم شیشته پرابلم خودشه با خیال خودش حل کرده میده با رفته به پیش کی میبیا با پیش زنش میبیا با سرپرت افته میخواه همونگه چه باشا کنم ها پرابلمه چرا بیزن یکم مرد کار کرده نمیتونه اینه ربوطه اگر همین سیدشه سیکرتش عادی میزاد دان اگر حیات همه خیر شش وقتی دمشین گفتم به زن خفه نمیشه ولی که این زنها بسیارتری چا میکنن خفه میشون که تو دمان نمیخوای گفتن زن چی تو منه محشوای منه مصلحتای منه تو پسند نمیکنی تو ترک جراتو میدانی تو ترک آنتو میدانی تو ترک اکیدو تو ترک خشای خودت میدانی گفته اوجه اوه گپای مایده به قاضی خانه میبرن یا یک وقتا زنایی که میخوان گاو زدن مردم بخورشون که میمانی آدم خوره هر بار این کار کردم که اپاگایی آمدم قاضی خانه میمانی آدم شی نه چه گاو من نمیخوردی کو من میگریزم اخیر دستو میگریزم چه گرفتن شکو همه خدا هم خیلی آورده شین فهم که پشه ولیکن یگام مصلحت نته مردایی که وجود طاقت دارن فهمیدم به مصلحت داره دیگر با بالا میمونه زن میخوای گاو زدن ولیکن مصلحت گیتن نمیخوای تو که گاو من پروست میخوام نه سو کردم ببین که بعد گاو زدن زن که پشه گفته شو سوق میشه هم خیلی یا نه انا دیدم این خیلی خدا آفریده ربوتای خدا آفریده چیز اینه دیگه کرده نمیشه برای من به همین شما میگم خدا یاشا خدا پیرا آدمی که زن میگیره زنی که شو میکنه دانستنش در کار کی اگر کمبودی نمیشه اگر آدمیزاد کمبودی نمیداشته اگر از او زیاد آدم به دنیا نبود زن گیتنش در کار نبود دختر شوکرانش در کار نبود ولی که آدمیزاد کمبودی دارویو میخواد که همون کمبودش دیگه آدم سرپور کنه مرد نیست زن نیست دویشان یک جا شدن کمبودی هم دیگریه سرپور میکنن ولی که ما های ویدیون بخاری خصوصا چی میخواییم زن گیریم زن ما مرد شد امین توی میریم 5 minut من چقدر در آورشم میگرم لباسم میپوشم کاستوم میپوشم چیک موجود داریم ماشین تپ تیار زنم خیلی 5 minut به سوری برا شو رفتیم تو زنگیتی یا مردگیتی چکانشو بده یا با چکانی نه زن باید خودش پردازیه خودش شانه کنه خودش از 3 بار با آینه بینه که همونه اخوانه برامزاده انیق کنه اول یا لبنوش تخ کنه پاتینگه باید به رنگی یوبکه به رنگی قلپاق به رنگی سومکه همش باید یخیل باشه این راه داره لیکن دما باشه ما همین که پاته نمیروم دیگه خطور تو روید خطور تو لیکن نمیدونم که زن 300 نیکو تو زن شده بین یا سرمزده بین اگر مردا پیش از خانه برآمدن اگر لبونشون رنگ کردن کار میشد اگر اخونا نمیبروندیم اولش بروندیم ما نه گفته آسانه زیاد همینا بخواه که همینا هم خیلی بله و همینا دانستن نکار برای کی کرد همینا برای شما وقتی که شو اگر همینا قدرش دانه
زن خودش پرداز داده، لباسای خوشرو پوشیده، یا بسیار تعداد زنها هم وقت مصلحت میکنن که چی پوشم. هر شب که ما توی رفتن نشویم چی پوشم. مردم دام فرقش چی پوشی؟ یا سپوش برده. ولی زن میخواد منینی شویش دانستن که به همه فارد. چه زنان میدونن چه فقط از شما تو میپوشیدن چی پوشم. آکاش که ما دانیم همینه ممکن نمیدانیم چه میپوشن. خدا هم خیلی آفریده که شو مانندی آفتاب، زن مانندی مهتاب. شعله به مهتاب کی میتیه؟ آفتاب میتیه. خواهی نخواهی زن به شو یکم کاره نمیکنه، میدانه کارشه، لیکن با میخواهی منینی شوشه فهمیدن چه به قوتش زن اکی میگیره از شوش. مهتاب شعله نورش اکجا میگیره آفتاب. این همه خیلی خدا آفریده، مرد آفتاب زن مهتاب. ولی که ما چی میخوایم مردا؟ زنها مانندی ما آفتاب شوند، یا که زنها میخوایم ما هم مهتاب شویم. اگر مرد مهتاب شوه اگر چراغ نیست. همیش هر کی جاش اون نکرد. ولی که برای همین فهمیدن ربوتای اگر بین زناشویی گاو زدن اگر نباشه، گاو اگر بین زناشویی نباشه اگر همین زمین پانی از اومدن با گاو زدن نکرد. لیکن ما گاو نمیزنیم سالی آزا. کدوم وقت گاو میزنیم به استانوف که با وقتی جال. او اگر یک جال ما بیای اگر بی هفت چش رحمتی داده، بابا بیاش اگر خزانده، بابا بیش نمانده، همه اکشان دو طرف اطرافی آنش و اطرافی دادیش لقماش هم کتی. گاو نمیزدم مفتی کن، من گاو زدن نمیتونم مفتی تان کن. باید خواست بابا لیجان اختره تتتم پررم و هم رحم وگم همش رفت داره ترنگ. همین دایره ترنگ ناشدن به آدم میر محبت اگر خواهی که نورش خینا به خانه باشه باید حرکت کنه ذکر کی نورش خینا به خانه شدن به کار کنه که دیهنده شوه. چیه دادن در کار گفتیم؟ دیهنده چه؟ حرکت کنیم که آدمی که یانی ماشته حواس کنه اختاری ماشته. یک میمان به خانه تا میبیا حرکت میکنید که همین میمان بهره شد. کار میکنید که دیلی همه یاوید. ماشال صاحبی خانه دیته روغین دومه به او خوردن ممکن نیست، عرق خوردن ممکن نیست. میمان آمده خیلی که دیته گفته به جرغاتو سخاری میتید چی؟ نه میمان آمده دیلی میمانو یا آمده آش بالا میکنه روغین دومه میماند عرق خسر دست خواه میماند خیلی ندین یبچه چیک میزنه که دیلی همه یاوم گفته. نه که او بخوانی من آمده او دیلی منه یاوه کتاری من شیرو سخاری خوره من دیته گفته. نه او دیلش گفته. نام این میباشه دان دیانده چوه درجی آدم. ابراهیمی دوستان و عزیزان خصوصا در حیات زندگانی زناشویی هم وقت شو باید شو خیال باشه که من چیکار کنم که زنم از من راضی باشه، نه که او خودش دیگه کنه من او راضی شوم. نه من خیلی خودم شکسته برارم که او از رفتار من از سخنهای من از رفتار من باید راضی باشه. و زن اولو کنش دکار که من چیکار کنم که شوم از کارهای من از پختنی من از دست پختی من از کارهای میکردگی من راضی شوم. خیلی گاو زنم که همو بجل نبیایه. اگر هم خیلی